نخوردن چریدن شبیدن گشتن. این خدمت های سویگه ها و پیشنبگی و جمعگی و چیلی یا فایده ندارن انسان فایده. و حالا این که مادر خفه کرد ایروی همین دوله این زدش مرد. وقتی که میگم گو ای مادر خودت 80 رفته همه کسل میشوند نخو این قدر نولشی بلند کنی تو کودکا را خو نمیبره تو گوی باید با من خودش ببره. من شاهد حال هستم که همین مادر قریب 4-5 ماه شد که در بستر بیماری برای خودش یکی را خدا بگیره و بندگی کنه. کجا میریم راه نداریم ای مردم. داخل حجره خشتامان شد دید که خشتامان از قید حیات گذشته است. دوید رفت فرزند چگو که برکی مادر گذشته است. این فرزند گناه های بنده ها ما موقوف به آخرت میگذارم مگر کسایی که پدر مادر در حال حیات اذیت دادند. الله و انا الیه راجعون. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که برای تو مصیبت میرسه بگو که ما از خداوند هستیم و بازگشت ما به سوی خداوند است. که امروز این مادر عزیز که جان به جانان سپاریده است چندین فرزند به دنیا آورده است که برای یک فرزند به دنیا آوردن دست گریبان به مرگ می شود و بعد او فرزند به دنیا بیاید. چندین فرزند به دنیا آورده است و تربیه کرده است و صاحب زن و فرزند خانه و در کرده است. همه ای را تعلیم داده است نماز خوان کرده است و پسان از این دنیا رحلت کرده است. بر زم این در حال حیاتش چقدر رنجوری و کسلی کشیده است که حضرت رسول الله میگه که کسی را خداوند دوست بداره همه سختی های دنیا را در همه دنیا برای او چکار میکنه نصیب میکنه. یعنی کسلی و دشواری و وزمینی و سختی و کمبغلی و همه او را بالاش میاره تا که به آخرت پاک و پاکیزه به نزد خودش ببره. من شاهد حال هستم که همین مادر قریب 4-5 ماه شد که در بستر بیماری اما خدا را سپاسگزاری داره. هر وقتی که میرفتیمش خوندنی که میپرسیدیمش میگفت الحمدلله خدا را شکر میگفت. خوشا به حال انسانی که در مصیبت یا شادی که الله میتیش از خدا سپاسگزار باشه. الله بزرگم میگه ای بنده منم از تو راضی هستم منم از تو راضی شدم. وای بر حال کسی که در حالت رفاه و آسایش دولت و نعمت خدا را شکرانه بکنه وقتی که مصیبتش برسه ای خدا ناراضی شوه الله بزرگم از اون ناراضی میشید است. الله بزرگ میگه کسی شکر نمیکنه به نعمت من صبر نمیکنه به بلای من راضی نمیشه به قضای من برای ایروی زمین من ایتای آسمونم بروه برای خودش یکی را خدا بگیره و بندگی کنه. کجا میریم راه نداریم ای مردم. ما و شما باید که در همه حالت از الله بزرگ راضی باشیم که خداوند ما و شما را به این دنیا بهر امتحان آفریده است. نخوردن چریدن شبیدن گشتن. این قدر کائنات موجودات و مخلوقات و نباتات و حبوطات همش الله بزرگ برای ما و شما آفریده است و ما و شما را خداوند برای بندگی خودش آفریده است. خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. من خلق نکردم انسان و جن مگر خلق کردم برای عبادت خودم. الله بزرگ میگه ما و شما باید در این دنیا فقط و فقط خدا را بندگی کنیم. بندگی فقط نماز نیست. سخن نیک گفتن یک کس راهبری کردن به سوی نیک خدمت پدر و مادر کردن همه اینها چی هستند؟ همه اینها عبادت عملی نیک هستند. خداوند از اینها راضی می شود. خوشا به حال فرزندی که در حال حیات رضاگی پدر و مادر به دست بیاره. وقتی که پدر و مادر از قید حیات گذشتن ناراضی دیگه این خدمت های سویگه ها و پیشنبگی و جمعگی و چیلی یا فایده ندارن. انسان فایده ندارن. در حال حیات باید پدر و مادر راضی کرد. یک شخص میگه دارای مادر بود وگهی وقتی که از کار اومد داخل حولی شد خانمش پیشاروش رفت بینسترینی قوقا دختگی و ای خانم عزیز چکا کرده؟ گفت مادر تا ببین در او خونه نالش بلند کرده ایسا هست این کودکا را خونه میبره تو گوی با من عیقی به کار پار میشم او کودکا که باید که مکتب روند انا او نالش بلند که از ما را خونه میبره. بعد این فرزند ابله داخل حجره مادر شد گو ای مادر
وقتی که روپروی مادر را صدا کرد، مادر از این فرزند یک سخن نیک انتظار بود. گو چی میگوی جگر گوشه من؟ گو ای مادر خودت 80 رفته، همه کسل میشوند، نخو این قدر نالشی بلند کنی تو کودکا را خو نمیبره، تو گوی باید با من کار برم، این کینت باید ایقفای کار باری خونه شوه. وقتی که این سخن برای مادر گفت، مادری بیچاره همیته دسترش یک سطل آوی خنک میریزی، همیته در ای فرزند گیلش خنک شده ماند. او ای جگر گوشه من دیگر نالش نمیکنم، برای داخل حجلت شه. مادر به خاطر که نسترین کینش بچهش نگریزه دمش گرفت، همون تمپراتور تو چیکار کرد؟ طاقت کرد، دیگر نالش نکرد. وقتی که پگاهی میگه کینن ای خونه خست، داخل حجله خشتامن شد، دید که خشتامن از قید حیات گذشته است. دوید رفت فرزندش گفت که برای مادر گذشته است. این فرزند ابله داخل حجله شد، دید که مادر مرد است، بعد سر صدا کرد، همسایه‌ها دویدن اومدن چیکار کرد؟ مادرم امشب گذشته است. گفته بسیار خچهوش کرد، شپید در پیش مردم. و حالا این که مادر خفه کرد، ایروی همین دوله این زدش مرد. وقتی که میگم مادر به خاکدان بردن، تکفین تجهیز کردن، بردن تای خاک کردن، ایوس گشتن که اومدن، همسرش گفت که همین نامه را ای تای سری مادر را یافتم. اون فرزند ابله وقتی که نامه را گرفت نوشته که ای جگر گوشه من از الله بزرگ طلب کردم که خداوند من یک بچه بتی ترا داد من خدا. دعا کردم که پروردگار برای این همسر، برای این فرزند یک همسری خوب عطا کرد، برای تو همسر عطا کرد. دعا کردم که ای پروردگار برای این فرزند من فرزند نصیب کرد، خداوند برای تو 2 فرزند نصیب کرد. من تا امروز در حقیقت دعا میکردم، امروز اکنون فهمیدم که تو دیگه حاجت به من نداری، نیاز به من نداری. ای بعد من دردی سر میشم برای تو، باز هم دعا میکنم ای پروردگار امانتی تو از من بگی. وقتی که فرزند این نامه را خواند، دیگه هرچند که خودش هوش کرد شپید، الکی دیر شده بود. انا به این خاطر هر یک انسانی که دارای پدر و مادر او را در حال حیاتش خدمت کنه، دعاش بگیره. والله قسم به خدا الله بزرگ میگه من همه گناه های بنده ها موقوف به آخرت میگذارم، مگر کسایی که پدر و مادر در حال حیات اذیت دادند. یکی این فرزند ها همش خدمت کردند. رحمت کنه پدرشو، در پدرشو هم خدمت کردن، در مادرشو هم خدمت کردن. هر شب در پیش مادرشو بری خانما را ترک کردن، در بری مادر بدن. این مادر در یک مهمون بود، اینا امروز چیکار کرد؟ دنیای فانی را پدرود گفت اومد. لیکن انشاءالله که یا همش دعا را گرفتگن، کسی که دعای پدر و مادر را بگیره، اگر او انسان انشاءالله خاک در دست میگیره، زر میگرده. یک انسان دیگه مادر داشت، مادرش کسل روح بود، میگه روحی. وقتی که ویگه از کار می اومد، همسرش میگو که این مادرش شرمنده مو کرده است، در قدی ره میبره، ایزوراش میبره، کتاش میبره، شرمنده مو کرده است. بردار همون دینه خونه بسپارش. میگو که من چخیل میبرم مادر من میسپارم، میشرم ای همسایه ها. هرچند که کرد این قبول نکرد. یک روز اومد همسر گفت یا مادرت یا من، میبرم میرم نباشه. بعد این مرد ابله در تفکر زد. شو خانمش خیست که مادر در بالای بالکن فرگشته است. همسرش گفت بخیر حاضر، بسیار وقتی موافقه. گفت چی؟ گفت دلبی بالکن ما بزنش تله، میره در ته میزنه، میگم خودش افتاد اومد، مردم میدونن که دیوانه. میبریم جنازهش میگیم خلاص میشیم. عقلی مرده که دزید خیست، انا همون مادر ای بالکن زد تله، میگه رفت در ته زد، مادر مرد. سر صدا کرد پگاهی اومدن بردن تکفین تجهیز کردن، اومدن همسرش گفت اکنون کاری خوب کردی. ای بن یک ماه نگذشته بود که الله بزرگ همون کسلی مادر را به این فرزند داد، همین فرزند دیو نشید. زنی که با همراهی مادریت نمیخواه از زندگی کردن، تو مردکی که دیوانه میشه در پهلوی او خواه آیا میخواه خطی زندگی کنن؟ زن میگه برد مردک تا دیو نخوره، سپارید شوهری دیگر را انتخاب کرد، زندگی را دوام داد. لیکن کسی که پدر و مادر میرنجونه، الله بزرگ در همین دنیا او را مکافات و مجازات میتیه. و این خاطر هر یک انسان باید پدر و مادر خدمت خوب کنه. ای مردم، پدر در حقیقت شوخ نمیروه، مادر برای تو اول ناله که میگیره پوف مینه خنکش مینه در دهنی تو میمونه است که نفس خودش برای اون میکشنه که ترش میتیه. این خدر در حقیقت خدمت میکنه. وای بر حال کسی که پدر و مادر میرنجونه. در این گرم شما رو هم اذیت نتیم. دعا میکنه پروردگار این مادری که خیلی محتاج شد که
رنجوری کشیده است، زهر زردا و خداوند رحمت و مغفرت کنه و فرزندا و بستگان ایره خداوند صبری جمیل بتیه. امشب که شبی بسیار سخت است که از بالای سریرهای ملایم تهای لمپشکه و تای کنسینر ای پیش یار و فرزندا و رفیقا جدا میشه، خیلی دشواره. خداوند این شبش برای آسان بکنه و این بستگان صبر جمیل بتیه. این شخصایی که قدم رنجه کردن و اینجا را اومدن، خداوند همو قیراتین نصیب شو کنه هر کدام اینها را. این آمدن ما و شما به خاطر بندگی است، به خاطر یکدیگر است، به خاطر دوستداری است، به خاطر ایمانداری است که حضرت شیخ سعدی میگه که بنی آدم که اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو را به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد میهن آدمی. ما برای چی به خاطر قطعی اومدیم؟ برای چی ما قطعی برادریم؟ ما و شما را چی برادر کرده است؟ انا همون ایمان لا اله الا الله ما را برادر کرده است. به خاطر الله در اینجا اومدیم. ای پروردگار تو خودت شاهد باش، این اومدگی را همش پروردگار را اجر و پاداش بتی. این مادر را به طفیل قدم‌ها اینها رحمت و مغفرت کنی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. این برادرها شماро аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед.